درود میگم با بیننده عزیزی رادیو زودی، همه آنهایی که این لحظه ها با ما پیوستند و حالا ما رو در پخش مستقیم معرفی خبرهای مهم تاجیکستان و جهان تماشا دارند. شعله گل خوجه هستم، بازم در شروع یک صبح نو و سرد جمهوری چک در روبروی شما. هرچند میبینید هوا امروز کمی نرمتر است، یعنی ابرها کمتر است، ولی به هر صورت خیلی سرد است، به قول دندون به دندون میرسد و حالا موافق بود و هواشناسی 13 درجه هست در پراگ گرمی و ساعت به وقت اینجا رسا 7 متناسباً به وقت دوشنبه رسا 10 است و فکر میکنم که شما کاملا آماده هستید که در چند دقیقه دیگر، اختارش در 5 و 6 دقیقه دیگر خبرهای مهم تاجیکستان و جهان را بشنوید. خب چون انا برای اینکه تو خاتمه یافتن جام جهانی فوتبال در روسیه همگی چند روز دیگر باقی مانده است، ما خبرهای امروز رو از نتایج بازی ها در این جام جهانی شروع میکنیم و دیروز برای نخستین بار در تاریخ فوتبال معاصر دسته منتخب خرواتیا در قوازمایی نیم فینالی با دسته منتخب فوتبال انگلیس پیروز شده برای بازی نهایی جام جهانی سال 2018 را خط گرفت. فورواردها امکان دارند که بخشش گفتم شمال است. فورواردها امکان دارند که با همدیگر قوازمایی کنند و باید گفت که باید روز 15 خرواتیا با فرانسه روبرو شوند و برای که در این بازی بعداً گیم غالبان معین گردند و ضمناً لازم به یادآوری است که ما در سال 1998 فرانسه در قوازمایی نیمه نهایی بر خرواتیا پیروز آمده بود و سپس قهرمان جهان شد و واقعا طوری هم میبینیم تاریخ به قول تکرار مییابد و ما میتونیم مشاهده کنیم که این نوبت که ها پیروز خواهند شد، یا فرانسه و یا اینکه خرواتیا. و یک حادثه دیگری بین المللی وابسته به نشست ناتو در بروسل است. رهبران پیمان عهدهدار شدند که در تقسیم عادلانه خراجات این سازمان سهمگیر باشند. ناتو کشور مکدونیا را به مذاکرات عضویت در پیمان دعوت کردند. پیمان سیاست‌های روسیه را نیز مورد تنقید قرار داد. در عرفه این نشست پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ بار دیگر تکرار کرد که 29 کشور عضو پیمان ناتو به قدر کافی مبلغ برای ساحه مدافع در بودجه‌هایشان نگذاشتند. ترامپ در صحبت با انگلا مرکل کانسلر آلمان گفت که برلین به اسیر روسیه تبدیل یافته است، ولی در اظهارات نهایی رهبران پیمان ناتو یکدلی نشان دادند. ضمناً این نشست هنوز ادامه دارد و ما در جریان روز باز میتوانیم ببینیم که چه حرفای تازه در این نشست مهم گفته خواهد شد. و ما برمیگردیم به تاجیکستان که واقعا دیروز دادگاه در شمال این کشور یک حکمی را صادر کرد که خیلی پرسر و صدا بود و بیشتری ها را تکان زده کرد و این حکم مربوط به ژورنالیست تاجیک و رهبری دسته KVN تاجیکستان خیرلو میرساییدوف است. دادگاه دیروز میرساییدوف را در نقض 3 ماده کودکس جنایی تاجیکستان ایبدار دانسته او را به مهلت 12 سال زندانی نظامش سنگین ایبدار کرد. دادگاه قرار کرد که گناه میرساییدوف از روی اتهامی از خودکنی و اسرافکاری مبلغ‌های دولتی، ساختکاری حجت و پخش کردن معلومات بر دروغ درباره عالم زاهدزاده سابق رئیس بخش جوانان حکومت سوخت اثبات شده است. در حالی که خود خیرلو میرساییدوف خود را گناهکار نمیداند و واقعا هم راه افتاده شده است. او میگفت که تو این زمان تلاش داشت آبروی تاجیکستان را در سطح بین المللی با اشتراک در آزمونی KVN بلند بردارد و در نسبت او ناحقی کرده ایستادند و وکیل دفاع ژورنالیست این حکم را هم ناعادلانه خوانده، گفت که برای بازبینی شدن پرونده به دادگاه زینه بالایی شکایت میکند. در اظهارات سفارت‌های کشورهای اروپا و امریکا نیز شامی دیروز گفته شد که حکم میرساییدوف خیلی سنگین بوده، با جنایتی که او ایبدار شده است موافقت نمیکند. واقعا هم دیروز سازمان‌های بین المللی خیلی این حکم را زیر تنقید شدید گرفتند و گفتند که صادر کردن چنین حکم واقعا هم به آبرو و نفوذ تاجیکستان در عرصه بین المللی لطمه میزند، ولی به هر صورت انتظارات اونها این است که در زینه‌های بالایی واقعا هم این حکم بازبینی می شود و خیرلو میرساییدوف به آزادی می براید.
ضمناً خبری دیگری ما مربوط به دلوار گلوف پسر گلشیرعلی سابق وزیر انرژتیکا که در ارتکاب یک کارمند پلیس گمانبر می شود مربوط است و او بعد از 2 روز بازپرسی آزاد شده است. حادثه ارتکاب دلشاد نرزالزاده کارمند ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه شام 8 ایول رخ داد و یک روز بعد دلوار گلوف خود را به مقامات تسلیم کرد. یک منبع در مقامات انتظامی با شرط افشا نشدن نامش روز 11 ایول به رادیو آزادی گفت دلوار گلوف بعد از ظهر روز چهارشنبه به منزلش مرخص شد، اما به قول منبع به دلوار گلوف دستور دادند که به اجازت محل زیستش را ترک نکند و در جریان تفتیش پرونده او را دعوت خواهند کرد. قضیه ارتکاب دلشاد نرزالزاده کارمند پلیس فعلا از سوی دوستانه نویه اسماعیل سامانی تحقیق می شود، اما مقامات دوستانه تا حال در این باره رسما شرحی ندادند و معلوم نیست که نسبت این حادثه پرونده جنایتی باز شده است یا نه. ضمناً دلوار گلوف پسر وزیر سابق صنعت و انرژتیکای تاجیکستان هفته روان با حادثه ارتکاب این افسر دیگر باره در سرخط رسانه ها قرار گرفت. این هم در حالی است که او هنوز ماه مارس او را برای 5 روزی برای در یک زناشویی شرکت کردن با 5 روزی حبس مأموری کشیده بودند و بعد این هم او بعد آنکه از حبس مأموری آزاد شد بعد چند وقت دیگر او را دیگر باره جریمه کردند و این دفعه به خاطر آنکه شیشه های ماشینش از معیار خیلی زیاد سیاه کرده شده بود و اون افسری را که حالا دلوار گلوف ارتکاب کرده است هنوز در شفاخانه است و به گفته دکتران جاغ او شکسته است و همچنین استخوان بینی این افسر پلیس شکسته است. و خبری دیگری ما مربوط به جنوب تاجیکستان است. با نویه همدانی که در اونجا دادستانی دیروز پرونده مردی رو که در کشتار فرزند 3 ساله و مجروح کردن 3 نفر دیگر گمانبر می شود به دادگاه فرستاد. پرونده سوربون سلیموف را قرار است دادگاه منطقه کلوب از روی اتهام کشتار بررسی کند و پرونده سلیموف در حال به دادگاه می رود که والدانش پافشاری می کنند که فرزند 31 ساله آنها چندین سال از دچار مشکل روانی می باشد، مشکلی که به گفته آنها در ارتش پیدا شد و بعداً باعث فاجعه در زندگی سوربون گردید. به قول والدان تفتیش شد همان این واقعیت را اعتراف نمیکنه. سوربون سلیموف 31 ساله روز 19 مارس امسال دختر 3 ساله‌اش را با ضرب بیل کشت و همان روز یک دختر دیگرش همسرش و زن همسایرانی سخت مجروح کرد. بعد این حادثه کارمندان پلیس سوربون را دستگیر کرده از سوی دادستان نویه همدانی نسبتش پرونده جنایتی باز شد. پس از این فاجعه و انتقال سوربون به بازداشتگاه موقتی شهر کولا والدان او گفتند که سبب سر زدن فاجعه بیماری روحی سوربون بود که در ارتش به آن گرفتار شد و پس از این حادثه والدان سوربون سلیموف با ارسال 10 مکتوب به دستگاه اجرایی پرزیدنت و دادستانی کل خواستند که وضع پسرش را موافق به حالت روانیش بررسی کنند و به بیمارخانه روحی فرستند. و از جمله مفجگل رحیم به مادر سوربون گفت که حالا اگر نفری از نزدیکان یگان منصبدار بلندپایه میشد که یا فرزندش را در بیمارستان برده توبت میکردند، اما از سبب آنکه آنها کم بضاعت هستند و پول ندارند به بیماری فرزندشان باور نمیکنند. و بیننده عزیز یک خبر خوب به هم داریم در رابطه با مهاجر 33 ساله تاجیک در روسیه که او با برگرداندن بیش از 100,000 روبل و سندهای مهم به یک صاحبکار روس او صاحبکار روس را حیرت زده کرده است. احمد جان رسولوف ساکن راغون روز 11 ایول در نزد شهرداری یاکوتسک کشور یاقوتستان همیان بزرگی را یافت و در مدت 2 ساعت توانست صاحب آن را پیدا نموده و این همیان را برگرداند. ویچسلاو ولادیمیروف رئیس شرکت پروفوتسنکا در یاکوتسک همیان پر از سندهای مهمش را در مرکز شهر افتانده است. به رادیو آزادی گفت که هیچ تصور نمیکرد که همیان و چنین مبلغ بزرگ را برگردانند و او این مهاجر تاجیک را به نوار گرفته از او برای نیکیش اظهار سپاس کرد و گفت که در این زمان انسان‌های جوانمرد به مثل احمد جان رسولوف کم هستند و تاجیکان باید به این گونه فرزندان خود افتخار کنند. خود احمد جان رسولوف در عملکردش قهرمانی نمی‌بیند و میگوید هر انسان باید مثل او رفتار کند. ضمن احمد جان رسولوف طوری هم گفتم ساکن جماعت آبی گرم شهر راغون است و 5 سال باز برای کار به روسیه می رود. همسر و 3 فرزند او در تاجیکستان قرار دارند و در روسیه و با کارهای موقتی مشغول است و گاه خانه ها را تعمیر میکند. بینندگان عزیز این چند خبری بود که من میخواستم به سهم شما برسانم. تشکر میگم که این چند دقیقه ما را همراهی کردید و من همه شما رو بعد از 3 ساعت دیگر در معرفی سرخط خبرهای مهم منتظر میشوم.